салом шунавандагони гиромӣ, барномаи таҳлилии фурсати баён аст рӯи мавҷи 104.7 FM аз радиои Тоҷикистон. худои накарда агар дар ин 11 моҳ бо ҳамсояи, бо бародари, бо фарзанди падар, баъзан нафароне ки хеле доранд аммо ҳамун садақаи фитра аз гандум медиҳанду аз агар пеш аз рамазонат бо баъд аз рамазонат агар тағйирот нашуд, حالا که میلیون‌ها میلیاردها دارن زکات مال نمیدن، فطر روزه نمیدن، با یک بیچاره معیوب و یتیم و دیگر رحم نمیکنن. یک شنونده ما سوال داده است، تاجری که در رمضان نرخ محصولات را دیده و دانسته بالا میبرد، انسانایی که مخصوص به طور سنئی طبق قرار شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان روز 2 اپریل در جمهوری ماه شریف رمضان شروع می شود. فضیلت و مهمیت روزه، گرفتن روزه با کی جایز و با کی اجازه نیست، کی صدقه فطر می دهد و با کی می دهند، نفرانی که در ماه رمضان دیده و دانسته نرخ و نوا را بالا می کنند شریعت چی می گوید، این و دیگر موضوعهای مهم رمضان را در صحبت همکارم سید احسان جلالیان با رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده می شنوید. متوجه میشویم با صحبت ایشان. برنامه تحلیلی فرصت بیان است روی موج 104.7 FM از رادیوی تاجیکستان. با شما هستم سید احسان جلالیان. خوش آمدید استاد. سلام باشید. تشکر جان. در اول بیاید در رابطه با فضیلت‌های ماه شریف رمضان و مهمیت همین ماه بگید. به نام خداوندی بی نهایت بخشنده و بی نهایت مهربان. شتری همگان میدانند ماه مبارک رمضان یکی از رکنهای اساسی پنجگانه دین مبین اسلام به شمار می رود و ماهی هست که هر لحظه و هر ثانیه و هر روز و هر شبش از دیگر ماه‌ها 100% فرق میکند، برتریت دارد، فضیلت دارد و هر عبادتی اگر برین ماه مبارک رمضان از 1 تا 10 اجر داشته باشد، در ماه مبارک رمضان از 10 تا 800 اجر و پاداش دارد. خداوند عزوجل این ماه را برای پاک شدن از گناه و برای احسان و نیکی و برای خیر و رحم و شفقت و مهر و محبت و اخوت و برادری و دوستی و پاک شدن از گناه ماهی است که انسان بنده مؤمن و مسلمان را از گناه پاک میکند و ماهی است که واقعا هم امتحان است. حالا پیامبر علیه السلام در یک حدیثی هم میگویند که رمضان این صبر است و صبر نصف ایمان است. حالا عیناً که همچنین که زندگی دنیا امتحان است و انسان همیشه باید که نیکی کند، نکوکار باشد، نیتی نیک داشته باشد، قلبی صاف و پاک داشته باشد، همیشه خیرخواه باشد و خصوصا ماه مبارک رمضان. و در برابر این که خودداری از نوشیدن و خوردن و دیگر حالا از غیبت کردن، از بد گفتن، از گمان بد، از تهمت، از یعنی سخنچینی، از دشنام. حتی پیامبر علیه السلام میگویند که در رمضان اگر کسی دشنامت داد اون رو هیچ چیزی مگو مگر اینکه بگو که من روزدار هستم. یعنی هیچ وقت زشت نگو، هیچ وقت تحقیر کسی نکن. و شنوندگان عزیز و گرامی باید بدانند که رحمت الهی چنان وسیع است که حد کنار ندارد و خداوند عزوجل هیچ امید کرده رو ناامید نمیکند و انسان بنده مؤمن باید مهم اساس باید ناامید نباشد، امید کند. خصوصا در این ماه مبارک رمضان یک تغییرات کلی در حیات خود، در معامله خود، در معاشرت خود، حتی با همسر، با فرزندان. خدای نکرده اگر در این 11 ماه با همسایه، با برادری، با فرزندی پدر، با اپا، با خواهر و خصوصا پدر و مادر اگر کدام زشتی، بدی، قهری اگر اینا رو اصلاح نکند خداوند عزوجل قبولش نمیکند. باید انسان یک تغییرات کلی در حیات خود به وجود بیارد. تشکر میکنم. خب میگذاریم اکنون بر رکنهای این ماه بزرگ. همین روزه گرفتن برای کی جایز است، برای کی جایز نیست؟
روزه گرفتن برای هر انسانی مسلمانی که ایمان دارد از روی ایمانداری و اعتقادش روزه میگیرد و ما در هر عبادتی به طور استثنا بعضی انسان‌ها یعنی آزاد هستند. حالا میبینیم فرض کردیم نماز فرض است، راستا گذاشتن نماز فرض است، سجده در نماز فرض است، لیکن انسانایی که بیمار هستند فرض کردیم میان یا زانوشان راستا ایستادن نمیتونه، میشه در کرسی نشسته نمازش رو میخواند. یا اینکه طبیب برای انسانی نمازگزاری که بیماری چشم دارد، حالا که چشمش بیمار هست، خب طبیب میگه که شما باید سجده نکنید، اگر سجده کردید این فشار بالای چشم میاد، چشم آسیب میبیند، این طبابت ما یا اینکه در آینده هم طبابت ما هیچ فایده نمیکنه، در آینده خطری برای چشم شما هست. در این صورت باید گپی طبیب رو بگیرد. این بیمار باید گپی طبیب رو بگیرد، نگوید که این سجده در نماز فرض است، برعکس با همون ایما و اشاره باید نمازش رو بگذارد. عیناً رمضان هم چنین است. انسانایی که حالا زنایی که حامله دار هستند که خطر به اون جنینی که در بطن مادر هست خطر به اون، یا اینکه مادر شیرده که شیر میدهد به فرزند طفلک نوزادش، اگر روزه بگیرد شیرش کم میشود، اون طفلک نوزاد غذا پیدا نمیکند، به بیماری به خطر میرود. در اینجا شریعت اسلامی سبکی برای اینا دادگی هست. یا اینکه زنایی که بیمار میشوند برای اونها واجب است اگر روزه بگیرد گناهگار میشوند، باید که حتمی روزهشون رو بخورند در اون مدت بیماری زنانه‌شون، لیکن قضایش رو هر چی وقت فرصتی مناسب باید قضای یک روز خوردگیشون رو یک روز میگیرند. حالا مادرای شیرده یا حامله دارن بعد از تولد کردن اون طفلک به یک جای رسانیدن اون طفلک فرصتی اول مناسب باید که قضای روزهش رو باید بداره. بیا اینکه نو تولد کرده است، روزهای معینی بعد از تولد کردن فرزند یک چند مدتی هست، نفاس میگن این رو، یعنی در این مدت هم باید اون روزه نگیرد، نماز نمیگذارد، قرآن نمیخواند، اما ذکر میکند، تفسیر میشود که بخواند. حالا در برابر اینایی که مادر رو گفتم، حالا بیماریه که به سبب گرفتن روزه بیماریشون اوج میگیرد، خب بیماری قند باشد یا بیماریای روده و معده و دیگر باشد، در اینجا شریعت اسلامی میگه هر بیماریه که به سبب گرفتن روزه اوج میگیرد برای اونا خوردن روزه اجازت است. در اینجا فقه مذهب حنفی میگوید که توصیه طبیب حاذق قبول است. طبیب حاذق یعنی چی؟ طبیبی که غرض به اسلام، غرض به عبادت مسلمان و غرض به مسلمان ندارد، واقعیت میگوید، در این صورت حتمی باید که گپی اون طبیب گرفته شود. هر بیماری که پیش طبیب مراجعت میکند، طبیب توصیه میدهد، باید که موافق توصیه طبیب اون بیمار باید که معامله کنه. نفری که براش روزه گرفتن جایز نیست ولی او روزه میگیرد، حکم اینا چیه؟ بله، حالا زنی که بیماری ماهانه دارد یا اینکه بعد از تولد اون عذر میبیند چند روزی، گفتم که تولد اول 40 بعد دیگر موافق عادت، اگر در این روزها روزه بگیرد گناهگار میشود، یعنی خلاف حکم پروردگار میکند. چرا؟ به خاطر خداوند عزوجل ضعیفی و اون بیماری اون رو میدوند، برای همون اجازت دادگی هست. در اینجا مسئله کبر یعنی خود رو بزرگ شماریدن یا اینکه نافرمانی پروردگار میشود. حالا مسافری که باید 4 رکعت نماز 4 رکعت رو باید 2 رکعت بخواند، مسافر است 130 کیلومتر برآمد، باید که پیشین عصر خفتن 4 رکعت است باید 2 رکعت بخواند. حالا بگید نه من در سفر هیچ مشقتی نکشیدم من پره میخونم، گناهگار میشود، باید که حتمی 2 رکعت بخواند. اما انسانی که بی عذر بخورد، ولی که هیچ عذری ندارد، توانمند است، پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث مبارک میگویند که صوموا تصحوا، شما روزه بگیرید صحتمند شوید. چرا که تجربه علم اثبات کردگی است که انسان‌ها با روزه‌گیری خیلی سلامتیشون و اون چربی‌های زیادتی که در بدن هست یک ماه اون رو یعنی بدن میجبد میگیرد، همه چربی‌های زیادتی از بین میرود، سلامتی انسان برقرار میشود، یعنی بدن سالم و قوی میشود. برای همین انسانی که بی عذر البته روزه رو میخورن آسیب و گناهگار میشوند و انسانی که عذرداری که روزه رو میگیرن اونا هم گناهگار میشوند. یکی از ضرورت‌های این صدقه فطر دادن. خوب این را باید با کی بدهند و کیها باید بدهند؟ چون در بعضن موارد همینطور بحث هم میشد، میگه که یک نفری که خودش نادار است او میدهد صدقه فطر یا نه، یا برعکس یک حالت دیگر هم هست که بعضن نفرانی که خیلی دورن اما همون صدقه فطر از گندم میدهند و از مویز نمیدهند، در همین حالت هم گناهگار میشن یا خیر؟ در نوبت اول کیها میدهند؟ باید کی بدهد؟ فطر روزه یا زکات؟
حالا ببینید قبل از فطر روزه بگیم زکات رو خصوصا در عالم اسلام مسلمان ها مخصوص در ماه مبارک رمضان میدهند، چرا که من در اول صحبت گفتم که هر عبادت یا هر فرضی در رمضان برابر 70 فرضی بیرون رمضان است. برای همین میارن در رمضان جمع میکنن زکات خود رو به نیازمندان میدن. یعنی نصاب زکات موافق قرار شورای علما در نتیجه سنجش و رأی پرسی بازارها معین شده است که 35000 سومانی است. وقتی 35000 سومانی دار شد، از نظر اسلام اون انسان ثروتمند است، باید که زکات بدهد. این یک مثال عادیش من بگویم که برای شنوندگان خیلی ساده و عادی باشد. از هر 1000 سومانی 25 سومانی میدهد به یک نیازمند، یتیم، معیوب، از همسایه‌های نزدیکش یا از خویشاوندان نزدیکش. از خویشاوندان نزدیکش اگر نیازمند نباشد به همسایه‌های نزدیکش میدهد. همسایه نزدیکش نباشد به نیازمندو باید که این زکات مالش رو بده. در همین مورد زکات یک چیز دیگر پرسم بعداً با صدقه فطر گذاریم. خب نفری که پولش همون قدر نباشد اما اموالش همون قدر است، مثلا در خانه 3 ماشین دارد یا چند خانه دارد، یعنی به نصاب رسیده است پولش، هر چیزی که خب 35000 سومانی پول باشد یا عوض کننده ای اشیا باشد، هر چیزی که در به مقداری همین 35000 سومانی، هر چیزی که برای فروش در پسندازش باشد. حالا خانه چند تا هم داشته باشد، از اون خانه زکات نمیدهد، چرا که خانه یعنی ضروریت زندگی هست. یا که از ماشینش هم زکات نمیدهد، لیکن تو خانه خریدن اگر ثروتی داشت تو برای خانه جمع کردگی بود، باید تو خانه خریدن یا تو ماشین خریدن حتمی باید از اون پول زکاتش رو بدهد، تا اینکه اون خانه با برکت شود، تا اینکه اون ماشین با برکت شود، تا اینکه خطر و ضرری اون خانه نباشد، تا اینکه خطر و ضرری اون ماشین نباشد. از مال و ثروتی جمع کردگیش برای خانه یا برای ماشین حتمی باید زکات مال بدهد، اما که خانه خرید یا که ماشین خرید از اون زکات نمیدهد. حالا دکان میخرد از دکان نمیدهد، لیکن درآمدی که از اون دکان میآید در پسندازش جمع میشود، چی مبلغ باشد چی اشیا باشد، خب لباس باشد، خب میوه باشد، هر چیزی که باشد، یعنی که اون رو در بازار برآورده و فروختش میشود همین 35000 سوم یا که از او بالا، یعنی حتمی باید زکات این رو باید بدهد. خداوند عزوجل میگوید که من به بنده ام ثروت دادم، باید بنده ام به بندگان نیازمندم بدهند. یعنی چی؟ دارندگی امتحان است، نداری امتحان است، سلامتی انسان امتحان است، بیماری انسان امتحان است، دنیا خود امتحان است. باید انسان حکمت دارندگی، حکمت سلامتی، حکمت خانه، ماشین، زن، فرزند، این همه حکمت رو درک کند، شکرانه این رو به جا بیارد. خداوند عزوجل میگه که کسی که زکات مالش رو بدهد من کفیل نگهبان مال اون میباشم. اگر کسی زکات مالش رو ندهد اون مال برایش دردسر می شود میگوید. حالا این در مسئله زکات. در مسئله فطر روزه هم چنین گفتیم که حالا هر عبادت بعدش یک کفارتی دارد. حالا در نماز استغفار، در دارندگی زکات و در ماه مبارک رمضان در دهه اخیر، خصوصا ما چرا در دهه اخیر تا پیش از نماز عید باید این فطر روزه رو بدیم، به خاطر که شاید خدای نکرده کسی رو غیبت کردیم، یگون غلطی کردیم، خطایی کردیم و حالا اینکه این رمضان برای پاک شدن و به کمالات رسانیدن این کامل شدن مؤمن مسلمان در این ماه مبارک رمضان باید باشد. اما با وجود این یک خطاهای لغزش‌های داریم، به خاطر این لغزش‌ها و خطاها عفو شدن و پاک شدن این فطر روزه رو به حساب گندم 7 سومانی و به حساب مویز یعنی 7 سومانی برای کی؟ انسان‌هایی که ثروتی اولیه دارن، 35 40 50 هزار سومون یا مبلغ دارن، نقد یا غیر نقد اشیا دارن. خب برای اونا 7 سومانی برای هر فردی اویلا، یعنی پدر اگر هم از صاحب مال و ثروت و کلون خونه پدر باشد، برای خود و همسری خود و فرزندان خود و دختران خود و اهل و خانواده خود، برای هر فردی از اویلا 7 سومانی حساب میکند، به یک کمبغل، به یک نیازمند، به یک بیچاره میدهد. من در جلسه شورای علما به همه دملا مراجعت کردم، گفتم که دملای محترم، اعضایان شورای علما، اماما و امام خطیبا، از همه شما خواهش این که فطر روزه رو شما نگیرید. اگر که دادن، حالا که بسیاری هم باور میکنن، میگن من نمیدونم با کی بدیم، زکات مال میارن میدین، خدا شاهد است. سوگن خوردن خوب نیست، لیکن من در جای الهیده، خصوصا در این ماه مبارک رمضان، از اول تا با آخر کسی چیزی اگر در دستم داد در جیب الهیدم جمع میکنم و برای نیازمندو تقسیم میکنم. حالا برای سید زاده ها ممکن نیست،
خودمون ایشون میگیم سید زاده های خوجگان. برای چی زکات درست نیست؟ برای که پاک شدن اون ناپاکی مولش رو میبرارد میدید. برای همین من از همه دملو خواهش کردم که فطر روزه رو نگیرن، مبادا دادن به بیچاره و یتیم و اونایی که امکانیت ذهنی محدود یا ریسک روزی محدود دارن، به اونها بدهن با برکت شود. پیامبر علیه السلام میگه که هر انسانی اگر به خاطر خداوند از بحر چیزی گذشت، به خاطر خداوند از بحر چیزی گذشت، خداوند عزوجل در عوض او چند برابر میده. برای همین پیامبر علیه السلام میگن که اونایی که رحم میکنن پروردگار رحمان به اونو خیلی رحم زیاده میکند. ما دو میخواهیم که رحمت پروردگار نسبت ما باشد، باید به دیگران رحم کنیم تا اینکه رحمت پروردگار برای ما زیادتر باشد. در نماز وقتی شما سفر کنید قصر میخونید، در روزه چگونه است؟ درست است. حالا مدت سفر، یعنی اون کیلومتری که مسافر نیتی سفر میکند اگر 120 کیلومتر باشد، خب مادامی که از محلش، از شهر یا از دروازه شهر یا از محیط محله بیرون شد، اون اختیار دارد روزش رو میخرد، اختیار دارد روزش رو دوام میدهد. یعنی در اینجا مسئله اختیاری است. یک روز خوردگیش یا 3 روز سفر کاری دارد، پر مشقت است، وخریا هست، وزنینیا هست. یعنی در خانه خودش نیست که افطارش آماده کنند، عیشاری خریش آماده کنند، یعنی جای استراحت داشته باشد. با نظر داشت این مشقت و سفر، حتی اگر سفر مشقت هم نداشته باشد، با هواپیما میرود، خب برای اون اختیار است که میخرد، میخرد نخرد ادامه میدهد. یک روزش یک روز قضا میدهد. یعنی کفارت در صورتی که اگر انسان قصدن بخرد یا خدای نکرده با همسرش در روزی رمضان یعنی هم خوابگی کند، در این صورت کفارت است. 2 ماه پی در پی برای یک روزش کفارت، یعنی روزه پی در پی می‌دارد. در حالت نتوانستنش میگوید یا 60 مسکین طعام بدهد. تقریبا 60 مسکین طعام دادن یعنی 2800 سومونی برای کفارتی خستن میخرد. این کفارتی روزه میگن. خب وابسته به همون فدیه صوم برای صاحبان عذر شرعی، در همین مسئله بعضی نفران میگن که ما بیمار هستیم و عذر شرعی هست، ولی بیماری ما احتمال است که شفا یابیم. آیا ما هم فدیه صوم میدهیم یا نمیدهیم؟ بله، فدیه صوم برای شیخ فانی میگن در اصطلاح مذهب امام ابو حنیفه که عموما در شریعت اسلامی شیخ فانی یعنی انسانی که دیگر مدارش نمانده است، یعنی توان ندارد، مدار ندارد، دیگر از اون هیچ بوی امیدی با قوی شوی نیست. حالا خود یا اینکه فرزندانش 420 سومونی در عوض 30 روز یعنی فدیه صوم میدن، چرا که اونا دیگر توانی گرفتن روزه ندارن. اگر روزه میگیرند خطری به سلامتیشون یا که به هلاک شویشون یا که دیگرشون یعنی خطری به وجود میاد. برای همین یعنی باید اونا روزه نگیرند، برعکس یک فدیه بدهند تا اینکه محروم از برکت ماه مبارک رمضان نشوند. حالا بیمارایی که طبیب میگه که از این دیگر بوی امید نیست، در این صورت اونا فدیه میدن. مبادا اگر خداوند عزوجل شفایش داد و بردم شد و توانمند شد، در این صورت باید که قضایش رو بدارن، اون همچون صدقه میشود و رمضان از گردنشون ساقط میشد، هم ثواب میگیرد هم روزه رو از گردنش ساقط. حالا اگر صحتمند شدن اونا، فدیه دادگیشون همچون برایشون صدقه، خیر و برکت در دنیا و آخرت، اما روزه رو باید که بدارن اگر سالم شدن. مثلا 3 روز گرفته نتواند و مثلا همون 3 روز صدقه میدهد یا 1 ماه. اگر بیماری بود که اوج یافت بیماریش، شلو طبیب مراجعت کرد، طبیب توصیه داد که 1 هفته یا 10 روز خودت نگیر. خب این 10 روز توصیه دیگه رو میگیرد طبیب رو. وقتی که دید که صحتمند شد، سالم شد، دیگر هیچ خطری وجود ندارد، بردم است، خب روزه رو میگیرد. چند روز خورده بود همون روز رو قضا میدارد. 1 روز خورد 1 روز، 3 روز خورد 3 روز، 10 روز خورد 10 روز. چند روزی از ماه مبارک رمضان رو با عذر شرعی خورد، در این صورت همون روزی خوردگیش رو قضا می‌دارد، دیگرش رو ادا میکنه. یکی از رکن‌های دیگر همین نماز تراویح خواندن است. خب در بعضی مسجدها ختم قرآن میشود، در بعضی نمیشود. موافقی مذهب امام ابو حنیفه در ماه مبارک رمضان 1 بار ختم قرآن سنت است. برای همین در اکثریت کل مسجدهای جامعه و 5 وقته نماز تراویح با یعنی خواندن 1 پاره از قرآن یعنی میشود نافذان قرآن 1 پاره هر شب میخوانند. لیکن در جلسه شورای علما توصیه چنین شد که اگر محله و مسجدی طاقت و برداشت این رو نداشته باشن کوتاه‌تر بخونن، اما تیز نخونن. تیز خواندن این نماز گناه است، نه اینکه قبول می شود، یعنی یک تحقیر به عبادت می شود.
در بعضی از مسجدها از علم ترکیف پایان میخونن تکراری دوبار. همینم اگر ختم قرآن هم که نشود با عدد آیات‌ها یک تخمینی خیالی، یک ختم خیالی میشود. لیکن شرط این است که تیز نخونند. میکردیم به همون صدقه فطر. خب بعضی نفران میگن که ما در همه ماه شریف رمضان دوده نتوانستیم، در عید یک روز پس صدقه فطر دادم، این جایز میشه یا نه؟ اون اجر و پاداش و برکتی رو که تو نماز عید میدهد از اون محروم میشود. بعد از عید همچون یعنی یک انسانی که در عبادتش کوتاهی دارد، کمبودی دارد حساب می شود. بعد از عید یا که چند روز بعد از عید بدهد، اون همچنین صدقه عادی حساب می شود. اون برکتی صدقه فطر رو از دست می دهد. اجر و پاداش صدقه فطر رو از دست می دهد. صدقه فطر یک اجر و پاداش، یک خیر برکتی مخصوصی خودش رو دارد. برای همین حتی برای کودکی که قبل از نماز 10 دقیقه پیش از نماز تولد شد، برای اون می دهند، برای که در حیات انسان یک برکتی مخصوصی به سبب این فطر روزه خداوند عزوجل عطا میکنه. خب دوباره همین مسئله بعضا بحث میکنن، میگن که اون کودکایی که خوردن روزه نمیگیرند، خب چرا صدقه فطر دهند؟ این گونه سوال میشود. یعنی حالا ببینید، نماز، روزه، هر عبادتی که هست یک خصوصیت‌های مخصوصی خودش را دارد. حالا فطر روزه، مثال روزه نمیگیرد لیکن فطر روزه باید بدهد. برای چی؟ اصلا حالا زکات دادن، فطر روزه دادن، قربانی کردن برای چی است؟ جمعیت جامعه رو ببینید، به خاطر یک دلگرمی، یک اخوت، یک محبت، یک دوستی بین مردم. وقتی که ثروتمند پول زکاتش رو داد، اون نیازمند چقدر همین ثروتمند رو دوست می‌دارد. از برای خدا ما یگان آسمانی نه، خیالی نه، واقعی همین زندگی در تجربه هر روز می‌بینیم. همین ناداری بیچاره وقتی که اون ثروتمند زکاتش رو کی داد، همون ثروتمند رو که دید به اختیار می‌خندد، اما نسبت همون یک احترام قائل می‌شد. اما اونایی که زکات نمیدن چقدر نادار و نیازمندا و کم بضاعتا و اینا نسبتش نفرت دارن. برای این باید واقعیت بگیم. حالا که خداوند عزوجل به اینو امکانیت مالی دادگی که هست، باید که با اون انسانایی که امکانیت مالی ندارند باید که غم اون رو بخورند، رحم اون رو بخورند. خداوند عزوجل میگه بنده من به تو دادم، امتحانت میگیرم، تو به اون بندگان نیازمندی من بده تا اینکه برکت دنیا و آخرت رو برایت عطا کنم. این به خاطر یعنی یک اخوت، یک محبت، یک دوستی، همزیستی آسایشته، زندگی آرام که هیچ عداوت دشمناگری نباشد. هر ثروتمندی که زکات مال بدهد در جامعه و جمعیت و محیط خودش خیلی با عزت است. در بعضی موارد میگن صدقه را طرز داده شود که هیچ کس نبیند، ولی اینجا هرچند زکات روی آشکار میده، اما در اینجا صدقه فطر گفته شده است. به همین خاطر اینم آشکار داده میشه یا اینکه پوشیده؟ حالا انسانی یتیم خانه میسازد، صدقه جاری است برایش. راه میسازد، صدقه جاری است. پول میسازد، صدقه جاری است. باغ میسازد، عبودکاری در یک منطقه میکند. همه میدوند. پس چگونه شد که به دست راستش داد، به دست چپش نداد؟ این مبالغه به خاطری است که هر کاری را کردید از برای خدا بکنید، منت نکنید. منت نکردن است. منت که کردید اجر و پاداش اون از بین میرود. بله. تشکر میکنم. یک شنونده ما سوال داده است، میگه تاجری که در رمضان نرخ محصولات را دیده و دانسته بالا میبرد، شریعت چی حکم نموده است؟ البته متاسفانه گاه دیده میشود، لیکن باید در ذهن در فکر داشته باشیم، همچون که گفتیم عبادت به خاطر به کمالات رسانیدن انسان است، خصوصا رمضان. رمضان گفتیم که درسی صبر است. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که الصوم صبر و الصبر نصف الایمان، یعنی رمضان درسی صبر است و صبر نصف ایمان است. انسانی که صبور هست، در هر کاری سبکی و تندی و تیزی و بدگویی نمیکند، یعنی نصف ایمانش رو با همین صبرش کامل کردگی است. و انسانایی که مخصوص به طور سنئی نرخ بازار رو میبردارند، شریعت اسلامی این رو احتکار میگوید. احتکار حرام است و باید که انسان آگاه باشد، صاحب کارو باید آگاه باشند از این ماه مقدس، از این ماه مبارک. به جایی که خیر و برکتی روزگی پروردگار به دست بیارند، غضب خداوندی رو به خود کسب نکنند. من چند سال قبل یک بازار سوخته بود در همین پایتخت. و یک نفر صاحب کاری نزدم اومد گفت حضرت قبل از همین سوختن همین بازاری که دکانی منم در همون بازار سوخت، یک حالتی رخ داد. نشسته بودم در بازار در سودا بودم، یک موی سفیدی برجا مانده لوچیده جندپوش آمد با نویرش.
گفت که این نبیرم یتیم است، فرزند دم گذشتگی است، پدر ندارد. یک پویزولی رو برای مکتب رفتنش سودا کرد. در 5 سومونی ما گفت سوز نگرفتیم. اگر اون 5 سومونی که او ارزان کرده بود میدادم با من یک چند سومونی دیگری میموند، لیکن رحم نکردم. حالا نمیدونم که در غفلت موندم، شیطان غافل گیرم کرد، هر چی بود نبود، یعنی اون موسفید رفت و یک آتش در قلبم با وجود آمد که چرا رحم همین یتیم، همین سالخورده لوچیده رو نخوردم. فرداش شنیدم که دکانم سوخته ایستاده است. ناامید شدم که من اون کاری رو کرده بودم، اون بیرحمی رو که کرده بودم حتمی باید میدیدم که دیدم. خدا کند که خونم نسوزد، از این بیرحمی کردگیم خونم نسوزد. وقتی که انسان رحم میکند، خداوند عزوجل به اون رحم میکند. وقتی که اون رحم نمیکند، چی بلاها و آفتهای، حالا فکر میکند که ثروت و مبلغ زیادی رو جمع آوری کرده است. یک باری فکر نمیکند که در نتیجه همه اون بیرحمی، سوء استفاده از ماه مبارک رمضان این آفت و بلایم آمد. وقتی که سوء استفاده از این ماه مبارک که در عالم اسلام اکثریت کلی در خدمتم الحمدلله هستند، بعد شرکت‌هایی هستند که خصوصا ماه مبارک رمضان یا که روزهای عید، یعنی یک فایز معین به خاطر این روزهای مبارک کم میکنند، یعنی ارزان میکنند و در نتیجه 11 ماه دیگه خداوند عزوجل در کسب و تجارت و کارهایشان برکت عطا میکنند. و اینهایی که سوء استفاده میکنن، بیرحمی میکنن، گفتم که چقدر آفت‌های مصیبت‌های بالایشان میاد. خب بخواهن خو نخواهن، باید صاحب کارهای ما باید در حذر باشن، احتیاط کنند، از این ماه مبارک مقصدناک استفاده کنند تا اینکه 11 ماه دیگرش تجارتشون، مالشون، فرزندانشون، اهل و خانوادهشون با برکت اصول باشد. خب شکننده های روزه در همین مورد هم کمی معلومات بدید. شکننده های روزه که حسی این آب یا نوشیدنی است که هر چیزی را بنوشد یا بخورد. اما اگر فراموش کرد، روزای عادتا روزای اول رمضان انسان فراموش میکند روزدار است، مبادا خورد یا که یک قرطه دو قرطه، خب در اینجا نمیگه که من روزم رو خوردم. حالا میگه که این فراموشی در رمضان تحفه پروردگار است، در حال روزش رو دوام میدهد، روزش نمیشکند، قضا ندارد، مادامی که فراموش کرده است و خورده است یا نوشیده است. پیغمبر علیه السلام میگه که کسی که بدگویی، آزار، اذیت مردم رو ترک نکند روزهش قبول نیست. خداوند عزوجل به تشنگی و گرسنگی او اصلا نیاز ندارد. غیر از تشنگی و گرسنگی برای اون دیگر هیچ چیزی نیست. دروغ و تهمت و ظلم و ستم و یعنی فتنه و دیگر کارهای بدی که انسان رو شیطان وسواس میکند که انجام میدهد، این هم شکننده های روزه هست، اما قضا ندارد. روزه رو قضا نمیدارد، لیکن روزهش یعنی مثل اینکه هیچ چیز است، غیر از تشنگی و گرسنگی دیگر هیچ چیزی نیست. خب وابسته به رعایت نشدن و سوال ما هم ادامهش همین بود، رعایت نشدن وقت در بعضن مورد میخیزد که روز شده است یا در بعضن مورد همون وقتی روزه شدن شده است، اما چیز در جای افتاد چیز ندارد که روزه بکشاید. در اول وقت روزه را افطار کردن مادامی که چیزی داشته باشد، این سنت پیغمبر است. پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه که مادامی که امتون من با افطار دقت میدهند، در وقتی در ویان افطار رو در وقتش افطار میکنند و تو آخر یعنی در ایسر خیری رو در اخیرش میخورند، در امت من خیر و برکت وجود دارد. خب که پیدا کرد باید که افطار کند. حالا من یک چیز دیگر اضافه کنم در همینجا، بعد تقویم ها از تلفن ها فرق میکند. در تلفن ها وقتی غروب آفتاب رو نشان دادگی است که به وقتی خودی دوشنبه نیست. فرض کردیم ولایت مختار کوهستانی بدخشان تقریبا 25 دقیقه از ما فرق میکند. حالا ناحیه ولایت سوخت از 8 دقیقه تا 10 دقیقه، ناحیه ولایت ختلان از 3 دقیقه تا 10 دقیقه این فرقیت ها هست. اما تقویمی که موافق شهر دوشنبه، تقویم هایی که در شهر دوشنبه تقسیم شدگی است که جای اشاره هم شدگی است که موافق شهر دوشنبه، بعضی ساعت ها نشان میدهند که یک 10 دقیقه، بعضی از وقتایی که نشان میدهد تلفن از او فرق میکند. من از همه شنوندگان عزیز و گرامی خواهش میکنم که به همین تقویم رسمی رعایت کنند، چرا که اون وقتی که تلفن نشان میدهد حالا میبینید که در ابرها آفتاب غروب کرده است تا اندازه، اما خانه‌اش نرفته است، اما کاملا یعنی غروب نکرده است. شعله های آفتاب در ابر دیده میشد، بعضی رو میبینید که افطار میکنن. این مسئله یکم که میخواستم تاکید کنم. حالا که خب که وقت که شد موافق همین تقویم باید که، چرا که این تقویم در نتیجه پرسش ها و پیگیری های زیادی رصدخانه ها و شخصانی متخصصی که همیشه پیگیری میکنن ماه را و صبح صادق و غروب آفتاب، در نتیجه این خلاصه
کارشناسانی مخصوصی این ساحه است. خب اگر فرض کردیم ایوسری در خواب موند، حالا وقتی نماز بامداد بیدار شد یا حتی که در نماز بامداد هم خواب موند، دوام یعنی هیچ چیز نمیخورد، روزه رو نیت میکند، ادامه میدهد، ان شاء الله خداوند قوتش میدهد، روزش درست است. خب پیش از نماز یعنی که وقتی نماز بامداد بیدار میشن یا بعد از نماز بامداد قضا میدارن، اما روزهشون رو نیت میکنن، ادامه میدهن، نمازشون درست است، قضا ندارد، هیچ کراهیتی هم وجود ندارد در روزهشون، مادامی که از اراده خودش بیرون است. حالا اراده نیت کرده بود که ایوسری میخورد، لیکن در خواب مون، تنها بود، هیچ کس بیدارش هم نکرد، در اینجا نه اوسی میشد، نه گناهکار میشد، نه از روزش هیچ ثوابی کم نمیشود، روزش درست است، ادامه میدهد و یک بار بعد شام یا که نماز شام افطار میکند.